مدل رانندگی مردم توی اتوبان‌های شهر تو ایران. این خط اضطراره، ولی همیشه هر موقع ترافیک میشه یه سری آدم هستن که از این خط اضطرار استفاده میکنن. من نمیدونم، شاید خون اینا رنگین تره. برای چی؟ حالا اینجا هم اتوبان امامعلی محدوده خاوران. بابا اگه حوصله رانندگی نداری برای چی میشینی پشت فرمون؟ چرا همیشه یه خدا باید شما تو خط اضطرار باشین؟ بدتر از اونا این موتوریایی که از کنار دستت میخوان رد بشن، یعنی یه جوری رد میشن که هر آن امکان داره که یه خطی، یه ضربه، یه چیز به ماشینت بزنن. رانندگی با ترس و اضطراب. به خاطر اینایی که الان تو خط اضطرار اومدن، ما هم باید بیایم یواش یواش سمت چپ که این آقایون بتونن راحت به مسیرشون ادامه بدن. ببین سریع هم تا یه سولاخی باز میشه کلهشو میکنن تو اون سولاخ. لعنت بهتون که هیچ وقت به هیچ قانونی پایبند نیستین شما. شما خودتون باعث بانی همه جور اتفاقی هستین توی این مملکت. بعد یه اتفاقی هم که براشون بیفته میان میگن آی ما چی کار کردیم خدایا، ما به کی بدی کردیم؟ لعنتی همین چیزاست که گلوی آدم میگیره دیگه. همین چیزاست که در آینده یه جایی باید پسش بدی. اینا بهش میگن انرژی منفی، کارهایی که به مردم ضرر میرسونه، مردم اذیت میکنه، اینا بهش میگن کارهای منفی. یه چیز جالب هم هستش، توی ایران حد اکثر سرعت توی اتوبان ها مثلا زده 80 تا. این مسیر مثلا 80 تا الان که حالا ترافیکه. اگر مسیر باز بشه تمام ماشینا تمام تلاششون رو میکنن تا برسن به اون 80 تا. اصلا زیر 80 تا برای هیچ کس معنی نداره. باید حتما با 80 تا برم، هرچند همیشه بالای 80 تا میرن، تا به دوربین میرسن سرعتشون رو میارن پایین. ولی یه مریضی وجود داره که باید سرعت ماشین تو سریع ترین زمان ممکن برسه به 80 تا.